سلام به تمام دوستای گلم. به فال پریسا خوش آمدین. یه تقنیت مالی و کاری میخوام براتون بگیرم، ببینم که مسائل مالی و کاریتون طی یک هفته آینده براتون چجوری سپری میشه. به امید خدا. ببینید، اولین مسئله‌ای که هست در مورد مسائل مالی و کاری شما، میگه مدتی هستش که در یک رکود یا یک شرایطی که کارتون انگار به اون چرخش لازم براتون نمیچرخه و فکر یه سری اساس تغییراتی رو توش دادین. یه نکته که اینجا وجود داره اینه که فعلا نباید در مورد تغییرات جدی، مثلا اینکه کاملا شغلتون رو عوض کنین یا بخواید مثلا مکان کاریتون رو عوض بکنید، فعلا اقدامی رو نکنید، براتون بهتره. میگه تو همین زمینه و تو همین شرایط و همین جایی که مشغول به کار هستین، براتون شرایط کاری گشایش داره. کمی باید صبر بکنید. ممکنه که این بازه زمانی تقریبا تا 10 روز دیگه این رکود و این به هم ریختگی وجود داشته باشه، ولی مژده‌ای که در راه اینه که از تاریخ 1/3، یعنی از تاریخ شروع خرداد ماه، برای شما تغییرات خیلی خوبی رو میبینم و انگار از اون رکود، از اون بنبست کاملا خارج میشین و شرایط خیلی خوبی رو تو شرایط کاریتون براتون فراهم میشه و دریافت پول بزرگی رو دارین، در انتظار پول درشت، که این پول درشت درآمد ماهیانه نیست، پولیه که یک جاه در انتظار اومدنش هستین، که میگه این پول براتون حتما جفت جور میشه و اون برنامه ریزی لازمی رو که براش دارین انجام میدین و براتون هم بسیار خوب و روشن افتاده. اینجا فال پریسا. اگر دوست دارین که اینجا با من باشین و من اینجا بمونم و براتون بتونم تکلیفاتتون رو بگیرم، لایک فراموش نشه.